توجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نام بر کردند. این بهای بدترین مانیتور به توجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی‌های بنیادی را در یک سناداف کشور می‌سنجد در گذشته دوشنبه را سرکوبگر نامیده بود. بر اساس گزارش مانیتور از 16 مارس سرکوبگری‌های مقامات توجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم‌فرماست. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گردی همایی زیر حمله میمانند یا زندانی میشوند. گردی همایی با طلب تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف از روشقلعه و استعفای رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر خوروغ ماه می سال 2022 در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان سر شد در نوع روشن ادامه کرد. در هر دو مورد مقامات تظاهرات را سرکوب کردند. در منطقه عملیات به گفته نمایندگان حکومت ضد اعضای گروه جنایی صورت گرفت که با استفاده از نیروی اسد زیاد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار همراه بود. علاوه بر این به نوشته سازمان افتا و اینترنت در سراسر منطقه دستنورس کردند. تا این دم چندین سازمان و کشورهای غرب خواهان تحقیق منصفانه قضیه شدند، ولی مقامات نتوانستند سنجش بی‌غرضانه نقض حقوق آدمان را در منطقه انجام دهند. به اطلاع مانیتور و سازمان همکارش، همکاری بین المللی برای حقوق بشر در پس منظر حادثه‌های بدخشان کمش 20 حامی حقوق و خبرنگاران بازداشت و جوابگری کشیده شدند. سازمان از وکیل مدافع منوچهر خالق نظر و روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمد شایوه یاد آورده است. از آن در تشویشیم که چند حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگاران توجیک با انگیزه‌های سیاسی و ساخته که به معیارهای بین المللی موافق نبودند به مدت دراز محکوم شدند. گفته است بریجت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، وی باور دارد حکومت از آنها قصد گرفت و باید فوراً آزادشان کند. دادگاه‌های تاجیکستان آنها را گناهکار اعلام کردند. به تصویر سازمان در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی، حقوق شناسان مستقل و حامیان حقوق بشر با تهدید و تعقیب افزاینده روبرو هستند، جای برای صداهای مخالف در تاجیکستان کمتر میماند. در گزارش به مسئله سازمان‌های اجتماعی هم اشاره شده که با مشکلی ثبت نام و تهدید بسته‌شوی روبرو هستند. در این زمینه بسته شدن مرکز مستقل حقوق بشر را در تاجیکستان مثال آوردند، چیزی که به گفته بریجت دیوفور به تحدد بین المللی تاجیکستان از جمله درخواست پیوستن به نظام امتیازهای تجارتی اتحادیه اروپا مخالف است. سازمان‌های حامی حقوق بشر در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض پیوسته حقوق آدمان و سرکوب دیگر اندیشان سخت تنقید کردند. نهادهای رسمی و حکومت همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی‌های سخن در تاجیکستان تأمین است.